عکسش رو میگم. و کارش هم بگین چی بوده بهشون. باشه بذار فیلم عکسش رو بگیرم. ولی طرفا براتون توضیح میدم. نه شما توضیح بدید تو فیلم. خب اینجا که دو تا خزینه است، قبلا دو تا دیگ مسی بوده، از زیر با هیزم و اینا حرارت میدادن، آب گرد شده. دودش اینجا این حمام گرمایش از کفه، یعنی دود به جایی که مستقیم بره بالا از تو گربه‌روها میرفته، هم کف رو گرم میکرده که مثلا تو زمستون مردم نشستن سرد نباشه. دودم از ستون میرفته بیرون، از ستونایی که 4 طرف هستن میرفته بیرون. یعنی گرما ما اون موقع 400 سال پیش گرمایش از کف داشتیم. یعنی به جایی که حالا مثلا ما یه شومینه اگه تو خونمون باشه شاید خیلی دود خوب بیرون نده، مثلا یک چیز، ولی این طوری تکنیک داشته که دود از کف بره برگشت نکنه به قسمتی که حالا هیزم رو روشن می‌کرد. واسه تکنولوژیشو یعنی ما مثلا 400 سال پیش داشتیم الان در اروپا مثلا گرمایش از کف یه همون درست آیا طرزهای ماساژ در این حمام. البته هر یک شو، هر یک آدمی دانا اول حمام می‌سازد، برای که آب حمام این تازگی بدن است. وقتی که کنای در قزاقستان کتبی کمیته مرکزی بود، اولین حمام ساخت که از قصرهای پرزیدنت هم بزرگتر بود و اونجا من یک شبانه روز با آدم ها صحبت داشتم و طرزی قریب 10 نمود اینجا ماساژ میدادن و مشتمال میدادن. میبینید همون کاری که شما میکنید در حمام. آره. که به حد زیبا، به حد کوشا و کلام ساختگی که در این حمام 420 سال پیش هم ایجاب میکردن، هم مصدرمانی و مقصدمانی که در تاریخ اینا هست که در اینجا هم توبت میکردن، هم تاریخش 420 سال.